Du är alltid här, vi känner dig. Ja, jag är alltid här. Var det Sanne Abdi här? Fast han är inte här, de kommer att hämta. Det blir som en buss. Det är på väg. Det är på väg. Här? Här den inte åt? Nej, du är som inte tankstant. Här är plats. خطشون کجاست؟ از یه میگم همینجا که ما میگیم دست اشاره می‌کنی یعنی اینجا خطه. نه خب میگه اینجا نه. Tappar du mössan där? Kolla kul. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Frihet de politiska fångarna i Iran! Frihet de politiska fångarna i Iran! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی! ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. نت اسلامیسtka terrorregimen i Iran! 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 مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Med islamiska terrorregimen i Iran! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! ای خاک از سرچشمه هنر دور از تو اندیشه پایم بمانی تو جاودان ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم غیر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما جمهوری اسلامی باید دسته نابود باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا
گردد. ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. Centralen. Stäng ambassaden! Terrorcentralen! Länge leve frihet! Länge leve socialism! Länge lever frihet! Länge lever socialism! Zendebad azadi! Zendebad socialism! زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم. Merhaba Cumhuriyet İslami! Ambassaden Terrorcentralen. Stäng ambassaden, terrorcentralen. Iransk ambassaden Terrorcentralen. Iransk ambassaden, terrorcentralen. Länge leve frihet, länge leve socialism. Länge lever frihet, länge lever socialism. Zendebad azadi, zendebad sosyalizm. زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. زندانهای سیاسی برچیده باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم. اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. Länge leve frihet, länge leve socialism. Länge lever frihet, länge lever socialism. Länge leve frihet, länge leve socialism. Länge lever frihet, länge lever socialism. Med islamiska terrorregimen i Iran. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. این مرکز جاسوسی تعطیل باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی،
زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. لänge leve frihet, länge leve socialism, Länge leve frihet, länge leve socialism. länge leve frihet, länge leve socialism. Frihet, länge leve socialism. Med islamiska terrorregimen i Iran. Med islamiska terrorister i Iran. Zende bad azadi, zende bad socialism. Zende bad azadi, zende bad socialism. De politiska fångarna i Iran! اینا باید مثل دیکتاتورهای تونس و مصر اینا باید برن. اینا روزشون فرا رسیده. همین امروز فرا هم باید اینا هم برن. De politiska fångarna i Iran! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده! جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. Iransk ambassaden, terrorcentralen. Stäng ambassaden, terrorcentralen. Stäng ambassaden, terrorcentralen. Irans ambassaden, terrorcentralen. Terrorcentralen. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. ambassaden, terrorcentralen. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. med islamiska terrorregimen i Iran. Med islamiska terrorregimen i Iran. Länge leve frihet, länge leve socialism. Länge leve frihet. Compatriots, in the sad 32nd birthday of an auspicious Islamic Republic, new waves of liberalism start rising in our homeland, Iran. These spontaneous new waves are placing fresh seeds of hope in our heart. This time, people, with their painful experiences of what has been happened to them, are not looking for miracles and leaders. This we are sure about. Large and growing number of men and women, young and old, of every class and career, and with every ideology and religion, without any call for leadership, has to join and support this new wave. It's a hope that we and our fathers and mothers have been waiting for a long time. A hope that can bring a better future for everybody. A future that once has been stolen from us. Once our history, our abilities and our possibilities has been taken. We shall not let it happen again. We are tired of this rotten Islamic Republic. We are tired of exile, prison and execution. The next generations need fresh air, free of inquisition, free of mullahs, those who want to pervert our national history and our national pride to what they call it Islamic history and Islamic pride. This is not our destiny. It is our responsibility to rise against this defamation. Ladies and gentlemen, we've gathered here to shout it out loud to the world that we no longer can stand atrocities that are being committed by Islamic Republic. We no longer can stand raping, murdering and stoning innocent people by Islamic Republic. Innocent people that their only guilt is asking for constitutional freedom. We no longer can stand dictatorship of any kind in our homeland Iran. We want our national history back. We want our national pride back. This is our destiny. زنده باد ایران. برافراشته باد پرچم ملی سرنگ شیر و خورشید نشان ایران.